سلام به شما که همراه ما هستید برای درک عمیق‌تر گذشته. امروز میخوایم یه سفر بکنیم به دل تاریخ ایران حدود 1700 سال پیش، یعنی دوران ساسانیان. یه سری منابع داریم، خب بخشایی از متنای قدیمی مثل وندیداد که خب بخشی از اوستا هست و یه سری نوشته‌های دیگه از اون زمان. میخوایم با هم یه نگاهی بندازیم به بعضی قانونای اجتماعی و باورای دینی اون دوره. باورایی که شاید امروز خیلی عجیب به نظر برسن، حتی یکم تکان دهنده. آماده‌اید که یکم عمیق‌تر بشیم توی این جنبه‌های کمتر شنیده شده از زندگی توی ایران باستان، البته بر اساس همین منابعی که داریم؟ خب پس شروع کنیم. دقیقاً. نکته خیلی مهم همینه که این قوانین و رسما، حداقل اونطوری که توی این متن اومده، ریشه تو جهانبینی دینی اون دوره داره. یعنی دین زرتشتی، مخصوصاً بحث پاکی و ناپاکی آیینی و خب اون نبرد همیشگی بین خیر و شر، یعنی اهورامزدا و اهریمن. این سندا به ما کمک میکنن بفهمیم این باورای بزرگ چطوری تو جزئیات زندگی مردم خودشون رو نشون میدادن، حتی تو خصوصی ترین مسائل. بسیار خوب. بیایید با یکی از همین جزئیات شروع کنیم که تو منابع هست و واقعاً آدم رو به فکر فرو میبره. فرض کنید یه زنی تو اون دوره بچهش مرده به دنیا میاد. طبق وندیداد یکی از اولین کارهایی که باید بکنه چیه؟ بخوره. 3، 6 یا 9 لقمه خاکستر. اونم قاطی شده با ادرار گاو. شاید بپرسید چرا ادرار گاو آخه؟ سوال خوبیه و مستقیم میره به قلب باورهای اون زمان. ببینید، گاو توی آیین زرتشتی اونطور که این منابع نشون میدن خیلی مقدس بوده. جزو آفریده های خوب اهورامزدا و نماد برکت بوده. مایعات بدنش، مخصوصا ادرارش که بهش میگفتن گومیز، فکر میکردن قدرت پاک کردنی آیینی خیلی زیادی داره. در مورد اون زن، خب این کار یه جور تلاش نمادین بوده برای مقابله با آلودگی مرگ و برگردوندن پاکی بهش. این فقط یه نمونه است ها. نشون میده چقدر مفهوم پاکی و ناپاکی تو زندگی روزمره اونها طبق این متنا مهم بوده. و این تاکید روی پاکی و ناپاکی مخصوصا برای زنها توی شرایط بیولوژیک طبیعیشون جای دیگه هم خیلی پررنگه توی این منابع. مثلا وضعیت زنی که دچار عادت ماهانه یا به قول خودشون دشتان می شده. این زن طبق دستور وندیداد باید کلن از جامعه دور می شد. می رفت یه جای جدا به اسم دشتانستان. اونجا هم باید یه سری شرایط خاص می داشت. دور از آب و آتیش که مقدس بودن، دور از مردم، ولی فقط جدا شدن کافی نبود، درسته؟ نه اصلاً. بعد از اینکه دوره تموم میشد باید یه آیین تطهیر خیلی پیچیده‌ای رو انجام میداد. منابع توضیح میدن که باید توی 3 گودال جدا شستشو داده میشد. بار اول با همین گمیز، یعنی ادرار گاو، بار سوم با آب پاک. این مراسم مفصل، اونطور که توی فرگرد 16 وندیداد اومده، لازم بود تا زن دوباره پاک بشه از نظر آیینی و بتونه برگرده به جامعه. جالبه که باز هم ادرار گاو نقش اصلی رو داره. بله، دقیقاً. این تکرارش تو منابع نشون میده چقدر این باور ریشه دار بوده تو اعمال دینی ثبت شدهشون. این تمرکز شدید روی پاکی آیینی، جوری که این نوشته ها میگن، نشون میده چطور جهانبینیشون شاید یه جور نگرانی دائمی از آلودگی های نامرئی ایجاد میکرده و احتمالاً روی رفتارها و روابط اجتماعیشون هم تأثیر میذاشته، فراتر از خود این آیین‌ها. حالا یه بخش دیگه از وظایف این زن تو دوران دشتان هست که تو منابع اومده و شاید حتی عجیب تر باشه. اون تو دوره جدا بودنش یه کار دیگه هم باید میکرده. کشتن یه تعداد مشخصی از موجوداتی که بهشون میگفتن خیرفستر، یعنی موجودات اهریمنی. دقیق گفته شده 200 تا مورچه تو تابستون یا 200 تا حشره گزنده دیگه تو زمستون. بله، اینم مستقیم برمیگرده به همون باور دوگانگی خلقت، یعنی نبرد خیر و شر که توی این منابع خیلی روش تاکید شده. طبق این دیدگاه موجوداتی مثل مورچه‌ها، مارها، وزغ‌ها، حشره‌های موذی، اینا آفریده‌های اهریمن بودن، پس کشتنشون نه فقط اشکالی نداشت بلکه کار خوبی هم حساب میشد. یه جور کمک به اهورامزدا تو جنگ کیهانی علیه شر. نکته خیلی جالبش اینجاست که چطور یه وضعیت طبیعی زنانه به این باورهای بزرگ کیهانی و وظیفه جنگ با اهریمن گره میخوره. اونم به این شکل خاص که تو این دوره و این متن‌ها ثبت شده.
خب از بحث آیین‌های مربوط به زنها که بگذریم، میرسیم به مرگ و روبرو شدن باهاش. اینم جایگاه خیلی ویژه‌ای داره تو منابع. فکر کنید اون زمان زندگی میکنید و اتفاقی ناخواسته دستتون میخوره به جسد یه آدم مرده. چی میشه؟ طبق باوری که تو این سندا هست، دیو نسو یا همون دیو مردار که انگار خود آلودگی مرگه، فوری میپره تو بدن شما. و خب این ورود دیو یه آلودگی خیلی خیلی شدید به حساب می اومد. نیاز به یه مراسم تطهیر خیلی پیچیده و طولانی داشت به اسم برشنوم. این مراسم رو هم حتما باید یه موبد یعنی روحانی زرتشتی اجرا می کرد. منابع جزئیاتش رو میگن باید 9 تا گودال تو زمین میکندن توی مسیر خاص، دورشون سنگ میچیدن، وردهای مخصوص اوستا رو میخوندن و البته باز هم گمیز یا ادرار گاو که چند بار میریختن رو سر و بدن اون فرد به اصطلاح آلوده. خیلی فرایند دقیق و وقتگیری بود. یکی از بخشای خیلی جالب و شاید عجیب توصیف این مراسم تو منابع اینه که چطور فکر میکردن دیو نسو از بدن فرار میکنه. یعنی باور داشتن با هر مرحله از این آیین و ریختن گمیز، دیو از یه تیکه بدن میپره یه تیکه دیگه. قشنگ مرحله به مرحله توضیح دادن. از بالای سر میاد به پیشونی، از اونجا گوش راست، بعد گوش چپ، همینجوری عضو به عضو میاد پایین تا آخرش میرسه به نوک شست پای چپ. و تو آخرین مرحله تطهیر به شکل یه مگس خیلی بزرگ و زشت از بدن میاد بیرون. ولو بعد از این 9 مرحله تازه کار تموم نشده بود. طرف باید 3 روز دیگه هم جدا میموند قرنطینه، دوباره با گومیز و آب شستشو داده میشد تا بالاخره مبد تایید کنه که کامل پاک شده و اجازه بده برگرده تو جامعه. این همه تشریفات سخت و طولانی قشنگ نشون میده چقدر از آلودگی مرگ میترسیدن توی اون جهان بینی که این منابع نشون میدن و چقدر این آیین‌های پاکسازی برای حفظ نظم دنیا و جامعه تو باور اونها مهم بوده. اما این منابع فقط درباره آیین‌های دینی و پاکی و ناپاکی نیستن ها. به یه سری قانونای اجتماعی و ساختارهای قدرت هم اشاره میکنن. مثلا توی کتاب مادیان هزار دادستان که منبع ما میگه یه مجموعه قوانین مهم دوره ساسانیه، خیلی واضح گفته شده که پدر اختیار کامل داشته بچه‌شو به بردگی بفروشه. این خودش قدرت مطلق سرپرست خانواده رو نشون میده تو اون ساختار، اونجوری که این متن حقوقی میگه. نکته دیگه‌ای که توی این منابع هست، مجازات‌های خیلی سنگینه برای بعضی کارها که خب بازتابی از ارزش‌ها و سلسله مراتب اون جامعه است. مثلا کفاره یا جریمه کشتن بعضی حیوانایی که مقدس بودن، مثل سگ آبی که ظاهراً خیلی براشون مهم بوده، میتونسته یه چیزی باشه که از نگاه امروز واقعاً تکان دهنده است. چی بوده؟ اینکه خواهر یا دختر باکره 15 ساله اون فرد خطاکار رو با جهیزیه‌اش بدن به یه موبد یا یه مرد پرهیزگار. اینو به طور مشخص تو جلد 3 وندیداد طبق ارجاع منبع ما نوشته. اینجور مجازاتا نشون میده دین چقدر تو سیستم حقوقیشون نفوذ داشته. یه نگاهی هم به وضعیت برده ها بندازیم. اونطور که تو یکی دیگر از متنها اومده. منبع ما ازش به اسم روایت پهلویات کرده. اونجا میگه اگه یه برده‌ای به اربابش بگه من دیگه برات کار نمی کنم یا بردگی تو رو نمی کنم، باید مثل گاوی باهاش رفتار بشه که کار نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی انقدر بزننش تا دوباره برگرده سر کار. حتی میگه اگه این نافرمانی از کار خوبه، یعنی همون وظیفش، ادامه پیدا کنه ممکنه حکم اعدام براش بدن. بله، این قوانین و توصیفات خب تصویری از یه جامعه با سلسله مراتب خیلی خشک و قوانین خیلی سختی رو نشون میدن که از نگاه ارزش‌های امروزی ممکنه خیلی خشن و ناعادلانه باشه. اینا جنبه‌هایی از سیستم حقوقی و اجتماعی اون دوره هستن که توی این منابع اومده. برای فهمیدنشون باید به اون زمان و فرهنگ و ساختار قدرت دقت کرد. البته نه اینکه بخوایم قضاوت امروزی کنیم، فقط میخوایم بفهمیم سازوکار اون جامعه بر اساس این سندها چطور بوده. و میرسیم به یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های این منابع، یعنی نگاه به زنها تو بعضی متن‌های دینی مشخص، مثل بخش‌هایی از ونیداد که منبع بهش ارجاع داده. تو این قسمت‌ها توصیف‌ها از زنها خیلی منفیه. بهشون گفته شده زاده اهریمن و طبیعتشون اهریمنی هست. بله، متاسفانه هست.
حتی یه جا تو این متن‌ها اومده که اهورامازدا زن رو با اینکه پتیاره یعنی فریبکار و مضر و از جنس جهی که تو اسطوره‌ها نماد پلیدی و اولین کمک کننده به اهریمن بوده میدونسته، فقط و فقط به این دلیل آفریده که نسل بشر و مردا از طریق زن ادامه پیدا کنه و حتی اضافه کرده که اگر راه دیگه‌ای برای زایش مرد بود اصلا زن رو خلق نمی‌کرد. خب وجود اینجور متن‌ها که منبع ما بهشون اشاره کرده قابل انکار نیست. نشون میده تو بعضی حلقه دینی و فکری اون دوره نگاه‌های به شدت مردسالارانه و زنسیزانانه‌ای بوده که زن رو اصلا یه موجود اهریمنی میدیدن و فقط ابزاری برای تولید مثل مرد. اینها دیدگاه‌هایی هستن که تو این سندها ثبت شدن و جزو داده‌های تاریخی ما هستن برای فهم پیچیدگی‌های اون دوران. خب این یه گشتی بود تو گوشه‌های شاید یکم تاریک‌تر و کمتر شناخته شده از قانون‌ها و باورهای دوره ساسانی بر اساس منابعی که با هم دیدیم، از اون آیین‌های پیچیده و به نظر عجیب پاکسازی با گومیز گرفته تا قانون‌های سخت اجتماعی درباره برده‌ها و خانواده و نگاه‌های متناقض و گاهی خیلی منفی به زنها تو بعضی متن‌های دینی. تصویری که به دست میاد شاید با اون تصویر همیشه باشکوه و یک دستی که گاهی از ایران باستان میسازیم فرق‌هایی داشته باشه. دقیقاً. این منابع حتی اگه یه تصویر جزئی یا مربوط به یه بخش خاص از جامعه یا باورها باشن، بازم یه پنجره مهم باز میکنن به جنبه‌های مشخصی از جهانبینی ساسانی، جهانی که توش همونطور که دیدیم پاکی و ناپاکی، نبرد خیر و شر نقش خیلی حیاتی و تعیین کننده‌ای داشتن تو ساختن قانونها، آیینها و حتی ریزترین بخش‌های زندگی روزمره. همونطور که نویسنده منبع اصلی هم آخرش گفته، هدف از مرور اینها قضاوت گذشته با متر امروز نیست، بلکه تلاش برای فهمیدن پیچیدگی‌های تاریخ، پذیرفتن نقاط قوت و ضعف فرهنگ‌های گذشته کنار هم و فهم بهتر لایه‌های مختلف جامعه‌ای که این متن‌ها ازش اومدن. این سندا یه تصویری از باورها و قانونهای اون دوره میدن که کمک میکنه تصورات رایج رو به چالش بکشیم. ما حالا با توجه به این چیزهایی که گفتیم یه سوال برای شما میذاریم که بیشتر بهش فکر کنید.